به نام خدا. سلام. چشماتو ببند و بذار صدای طبیعت دستتو بگیره. قصه امشب برای توست. داستان اصلی امشب راجع به خارکن فقیریه که بعد از مدت‌ها و سالها مجبور می شود عده‌ای را به شام در خانه‌اش دعوت کند. در آخر براتون یک داستان کوتاه هم از ملا نصرالدین که به نظر خودش خیلی عاقل بود میگم. با دنبال کردن کانال میتونی همیشه به دنیای خواب عمیق برگردی. داستان اصلی و اول. در دهکده دور افتاده مردی خارکن زندگی میکرد. کار و بارش تنها بریدن خارهای بیابان و فروختن آنها بود. کاری سخت و پرزحمت که در برابرش دستمزدی ناچیز میگرفت. او مردی ساده و دلپاک بود، اما فقر چون سایه‌ای سنگین روی زندگیش افتاده بود. خانه‌اش کاهگلی و کوچک بود، با اتاقی تنگ و چند ظرف کهنه. تنها دلخوشی او همسر و دو دخترش بودند. دخترانش جوانی و زیبایی را با سادگی درآمیخته بودند. یکی آرام و مطیع، دیگری زیرک و بلند پرواز. با این حال روزگار سخت مجال خوشی چندانی برایشان نگذاشته بود. روزی از روزها خارکن همراه رفقای خود در صحرا مشغول کار بود. کارگران برای دلخوشی و رفع خستگی دور هم نشسته بودند و صحبت می‌کردند. یکی از آنها با خنده گفت: خارکن، چرا ما را یک وعده غذا مهمان نمی‌کنی؟ دیگری افزود: آری، مگر ما چه کم داریم؟ یک شب مهماندار باش تا بدانیم خانه‌ات بوی نان و غذا هم دارد. مرد خارکن که همیشه شرمنده فقرش بود سرخ شد. نگاه به زمین دوخت و با صدای لرزان گفت: چشم، مهمان من باشید. خارکن دلنگران و مضطرب به خانه بازگشت. درونش غوغایی برپا بود. چگونه میتوانست با دست خالی پذیرای جمعی از مردان ده شود؟ وقتی ماجرا را برای زن خود گفت، زن اندکی سکوت کرد و بعد لبخند زد: قصه نخور، امشب وقت ندارم، ولی فردا شب دعوتشان کن. میدانم چه کنم. مرد امیدوار از تدبیر زن ساکت شد. صبح فردا دخترانش را صدا زد. مقداری پول به دستشان داد و گفت: بروید به بازار برنج و گوشت و روغن بخرید که مهمان داریم. دخترها ساده دل و خوشحال به بازار رفتند و با دستانی پر برگشتند. آنها نمی‌دانستند که این خرید تازه آغاز ماجرایی است که زندگیشان را از بیخ و بن دگرگون خواهد کرد. زن خارکن که از مدت‌ها پیش حسرت مهمانی و
دور همی با قوم و خویش خود را در دل داشت، فرصتی بهتر از این نیافت. او به جای آماده کردن غذا برای رفقای شوهر، قوم و خویشانش را خبر کرد. خانه کوچک پر شد از صدای خنده و هیاهو. سفره‌ای گستردند، غذاها را چیدند و همگی سیر و شادمان خوردند و برخاستند. در این میان دختران بیچاره که بار خرید را به دوش کشیده بودند بت زده تماشا می‌کردند. هیچ کس به فکر مهمانی که پدر وعده داده بود نبود. شب هنگام خارکن با رفقایش وارد خانه شد. مردان خسته و گرسنه گوشه‌ای نشستند و چشم انتظار ماندند. ساعتی گذشت اما خبری از شام نشد. خارکن نگران به سراغ زن رفت و گفت: پس شام چه شد؟ مهمانها منتظرند. زن بی هیچ شرمی گفت: وقتی دخترها برنج را به خانه می آوردند دستمال پاره شد و برنجها بر زمین ریخت. همان وقت سگها آمدند و گوشت و روغن را خوردند. دیگر چیزی نمانده که بپزم. مرد خارکن با شنیدن این دروغ جاسوس دست بر سر زد و ناله‌ای از دل کشید. حس کرد زمین زیر پایش خالی شده است. شرمساری در برابر رفقا، خیانت زن و بخت سیاه همه بر او هجوم آورد. بی اختیار به سوی بام خانه دوید تا خود را پایین بیاندازد و از این زندگی نکبتبار رهایی یابد. خارکن نفس زنان بر بام رفت. دلش می‌خواست یک باره به پایان همه رنج‌ها برسد. شب مهتابی بود. خانه‌های کاهگیری ده در سکوت فرو رفته بودند و صدای سگ‌ها از دور می آمد. مرد پاهایش را جلو گذاشت تا خود را از بام به پایین پرت کند، اما در همان لحظه چشمش به حیاط همسایه افتاد. پیرزنی سالخورده، رنجور و نحیف کنار چاه نشسته بود و دستانش را می‌شست. خارکن از شدت پریشانی و بی‌عقلی سنگی از بام برداشت و بی هدف پرتاب کرد. سنگ در تاریکی مستقیم بر سر پیرزن خورد. پیرزن ناله‌ای کرد و همانجا بی جان افتاد. چند لحظه بعد صدای فریاد و شیون از خانه همسایه برخاست. زنها و مردها به حیاط ریختند و گفتند: وای، چه کسی مادر را کشت؟ چه کسی سنگ زد بر سر ننه؟ خارکن مات و مبهوت ماند. چاره‌ای نداشت جز آنکه وانمود کند بیخبر است. همان دم که مهمانانش در خانه منتظر شام بودند، او بهانه آورد و گفت: بیایید به خانه همسایه برویم. پیرزنی از دنیا رفته، برویم تسلیتی بدهیم و برگردیم. مردان
همراه او شدند. به خانه عزاداران رفتند، نشست و هم صحبت شدند و از غذا همانجا نیز از غذای صاحب خانه خوردند. مهمانی که باید در خانه خارکن برگزار می شد، بی آنکه کسی بفهمد در خانه مصیبت زده‌ای گذشت. اما خارکن در دل می دانست مسبب این خون هست. با ترسی پنهان و باری گران بر وجدان خود بازگشت. شب برای او در ازای 1 سال گذشت. صبحگاه تصمیمی گرفت که سرنوشت دخترانش را برای همیشه تغییر داد. سحرگاهان خارکن 2 دخترش را صدا زد. به هیچ توضیحی دستشان را گرفت و آنها را تا دروازه شهر برد. آنجا خرابه‌ای متروک بود، پر از آجرهای ریخته، سایه کلاغ‌ها و بوی تلخ ویرانی موج می‌زد. دختران با دلی لرزان پرسیدند: پدر، ما را کجا می‌بری؟ مرد سر به زیر انداخت و چیزی نگفت. تنها اشک در چشمش جمع شد. دست آنها را رها کرد و پشت بهشان کرد و رفت. صدای گریه و التماس دخترها در خرابه پیچید، اما خارکن برنگشت. آن 2 خواهر بی پناه و درمانده ساعتها در خرابه نشستند. شب فرا رسید. تاریکی آنها را در خود گرفت. در میان اشک و آه ناگهان نوری از دور جلب توجهشان کرد. نوری از شکاف سنگی بزرگ بیرون میتابید. با شگفتی به سوی آن رفتند. تخت سنگ را کنار زدند و دریچه‌ای به درون غاری آشکار ظاهر شد. غاری پرنور، شبیه قصرهای افسانه‌ای. با دلهره وارد شدند و چشمشان به موجودی افتاد که گمان نمی‌بردند. خرسی عظیم الجثه با چشمانی درخشان درون غار نشسته بود. دخترها هراسان سلام دادند. بهت زده دیدند خرس با سر جوابشان را داد. سپس با اشاره آنها را به نشستن دعوت کرد. غذاهای رنگارنگ پیش رویشان گذاشت و با ایما و اشاره گفت: همه چیز دارم، مال و ثروت و خانه، تنها زن می‌خواهم. آیا یکی از شما همسر من می‌شود؟ دختران از ترس و از شگفتی زبانشان بند آمده بود. اما وقتی خمره‌هایی پر از طلا و نقره، اتاق‌هایی پر از اساس و خزانه‌های پرمایه را دیدند، آرام آرام پذیرفتند. شبی نو برای آنها آغاز شد. شبی که مسیر زندگیشان را به راهی پرخطر اما پر رمز و راز کشاند. صبح فردا نور خورشید از شکاف سنگی به درون غار
خوابید. خواهرها هنوز در حیرت از ماجرای شب پیش با تردید از خواب برخاستند. خرس آرام و مهربان نزدشان آمد. با اشاره به دختر کوچک گفت: بیا سر مرا بشوی. دختر کوچک که دل نازکتر و مطیع‌تر داشت پذیرفت. ظرفی آب آورد و سر خرس را در دامن خود گذاشت. دستهای کوچکش به آرامی میان موهای زبر و انبوه خرس می‌لغزید. در همین هنگام خواهر بزرگتر وانمود کرد که می‌خواهد برایشان غذا آماده کند. او ظرفی بزرگ پر از آب گذاشت و بر آتش نهاد. خرس که سرش در دامان دختر کوچک بود آرام آرام چشمانش سنگین شد و خوابش برد. نفسهای عمیقش غار را پر کرد. دختر کوچک بیخبر از نقشه خواهرش به نوازش ادامه داد. اما خواهر بزرگتر با نگاهی پر از حرص و جسارت به او نزدیک شد و گفت: حالا وقتش است. پیش از آنکه خواهر کوچک چیزی بگوید ظرف آب جوش را برداشت و با کمک خواهرش بر سر خرس ریخت. فریادی مهیب در غار پیچید. صدای خروش خرس دیوارها را لرزاند. اما اندکی بعد همه چیز در سکوت فرو رفت. خرس بزرگ بی جان و مرده بر زمین افتاده بود. خواهرها ابتدا لرزیدند و به یکدیگر خیره شدند، اما چند لحظه بعد نگاهشان به خمره‌های پر از طلا افتاد و وحشت جای خود را به طمع داد. نفسهایشان تند شد، چشمانشان برق زد و خوشحال شدند. آن روز نخستین وعده غذای مجلل خود را با خیالی راحت خوردند. آنها دیگر دختران فقیر خارکن نبودند، بلکه دو وارث خزانه‌ای پنهان شده بودند. پس از مرگ خرس، خواهر بزرگ نقشه‌ای کشید. مقداری از طلاها را در کیسه‌ای ریخت و به شهر رفت. در آنجا خانه‌ای بزرگ و با شکوه خرید. غلامان و کنیزانی برای خدمت استخدام کرد و اساسیه نو فراهم آورد. وقتی شب شد چند حمال اجیر کرد و با کمک خواهرش همه خمره‌ها، فرش‌ها و جواهرات غار را به خانه تازه منتقل کردند. از آن روز زندگیشان به کلی تغییر کرد. هر کدام لباسی فاخر پوشید. در خانه وسیع نشست و همان کسانی که روزگاری به آنها ترحم می‌کردند حالا به خدمتشان کمر خم می‌کردند. خواهرها با هم قرار گذاشتند که هر روز خرج خانه را
یکی از آنها بدهد تا مال و ثروتشان به عدالت مصرف شود. غلامان و کنیزان از نظم و شکوه خانه تازه شگفت زده بودند، اما در دل شب گاهی صدای ناله‌ای خیالی در گوششان می‌پیچید، انگار فریاد خرس هنوز میان دیوارهای ذهنشان زنده بود. هرچند به روی خود نمی آوردند، اما هر بار به یاد لحظه مرگ او قلبشان اندکی می لرزید. 1 ماه گذشت. روزها در آسایش و ثروت سپری می شد، اما سرنوشت هنوز حلقه نهایی خود را برایشان نگشوده بود. یک روز عصر، هنگامی که خواهرها از ایوان خانه بزرگشان به بازار نگاه می‌کردند، مردی ژولیده پوش و آشفته حال از کوچه گذشت. موهایش ژولیده بود، لباسش پاره پاره و زیر لب با خودش حرف می‌زد. نگاهش پر از غم و دیوانگی بود. دختر بزرگتر آهسته گفت: این مرد چقدر شبیه پدرمان است. غلامی را صدا زد و گفت: آن مرد را پیش ما بیاور. مرد خاکن حیرت زده نزدیک آمد و سلام کرد. دخترها که روی خود را با روبند پوشانده بودند با صدایی آرام پرسیدند: پیرمرد، آیا فرزندی داری؟ مرد ناگهان گریست. اشک‌هایش همچون سیل بر گونه‌هایش جاری شد. داشتم، 2 دختر داشتم، اما روزگار با من چنان کج رفتاری کرد که آنها را از دست دادم. خودم مقصر بودم، حالا از غصه‌شان دیوانه شده‌ام. خواهرها بی آنکه هویت خود را آشکار کنند مقداری پول به او دادند و گفتند: فردا زنت را هم بیاور، می‌خواهیم با شما سخنی بگوییم. مرد شگفت زده و امیدوار به خانه بازگشت و ماجرا را برای همسرش گفت. فردا زن و شوهر هر دو آمدند. دخترها از پشت پرده پرسیدند: چرا بچه‌هایتان را از خانه راندید؟ زن خالکن آهی کشید و گفت: چه کنم؟ سالها بود که قوم و خویشانم از من ولیمه می‌خواستند. روزی که شوهرم گوشت و برنج فرستاد، من آنها را برای مهمانی خودم خرج کردم. شوهرم که فهمید بیرحمانه بچه‌هایم را شبانه به خرابه انداخت. صبح که رفتیم جستجو کنیم پیدایشان نکردیم. از آن روز تا امروز داغشان بر دل من و پشیمانی بر جان شوهرم سنگینی می‌کند. دخترها پرسیدند: اگر بچه‌هایتان را ببینید می‌شناسید؟ زن با اندوه گفت: کدام مادری فرزند خود را نمی‌شناسد؟ آنگاه 2 خواهر پرده از روی برداشتند. چهره‌هایشان در نور روز آشکار شد.
مادر ناله‌ای کرد و غش کرد. پدر هم بر زمین افتاد. غلامان و کنیزان سراسیمه آب بر صورتشان پاشیدند تا به هوش آمدند. وقتی چشم گشودند دخترانشان در آغوششان بودند. اشک شادی از چشمان همگی جاری شد. از آن پس خواهرها برای والدین خود لباسهای نو خریدند. برای پدر دکانی آبرومند در بازار برپا کردند تا به کار تجارت بپردازند. زن و مرد که عمری در فقر و رنج زیسته بودند در سایه فرزندان خود آسوده شدند. خانه بزرگ دختران دیگر نه تنها سرشار از ثروت بلکه پر از مهر و آشتی بود و چنین شد که از دل تلخی و فریب سرانجام روزی شیرین و پر از آرامش زاده شد. در ادامه داستان ملا نصرالدین رو میگم. ملا نصرالدین دخترانی داشت. کوزه‌ای برداشته و آن را به دست دختر بزرگترش داد و به دنبال آن ناگهان سیلی سختی هم بر گونه وی نواخت و گفت حالا به سر چشمه می روی و کوزه را پر از آب کرد و می آوری. مبادا آن را بشکنی. زنش وقتی آن صحنه را دید و چشمان اشک آلود دختر را مشاهده کرد به تندی از ملا پرسید چرا وی را زدی؟ ملا گفت زن تو عقلت گرد است و چیزی نمیدانی. من این سیلی را به او زدم تا یادش باشد و کوزه را نشکند، چون اگر در راه بازگشت کوزه را به زمین میزد و میشکست آن وقت لت و کوب وی فایده‌ای نداشت. آن وقت آن سیلی برای من کوزه نمیشد. تو داستان امشب به پایان رسید. امیدوارم که دوست داشته باشید و لایک کنید. شبتون بخیر.